سلام دوستان، امیدواریم که حال همه شما خوب باشد. خب اگر بار اول باشد در کانال ما حتما ابونه شوید، درس‌های خوب است استفاده کنید. خب چقدر که از نام ویدیو به شما معلوم است، امروز باز ما سوال جواب در زبان انگلیسی را با هم می‌بینیم و چگونه سوال می‌دهیم و چگونه جواب می‌دهیم. مثلا به شما سوال می‌دهد، شما باید جواب دهید، یا اینکه شما سوال خواهید دادن به یک نفر چگونه سوالی درست دهید. خب بیایید شروع می‌کنیم. اولین سوال باز شروع میکنیم از اولین سوال و این دوم ویدیو از سوال جواب است. شما میتونید ویدیو اولش هم نیز ببینید و این ویدیو بسیار هم سوال های خوب دارد، حتما تماشا کنید و یک منفعت خوب از این درس خواهید گرفت. خب اگر به یک شخص سوال دهید که مثلا دینی تو چیست، مثلا what religion are you, what religion are you، مثال دینی تو چیست. در سوال مثلا شما اگر مسلمان باشید I am a Muslim, I am Muslim، یعنی که ما همه مسلمانیم، we are all Muslim. یعنی که خریستیان مثلا دوستان Christian میشه، I am a Christian، من خریستیان هستم یعنی مسیحی. خب سوال دیگر، یک نفر رو پرسیدن از وضعیت آیله‌داریش، یعنی در چی وضعیت است، آیله‌دار است یا اینکه آیله‌دار نیست یا اینکه جدا شده است. مثلا سوال می‌ده که what is your marital status, what is your marital status. خب در جواب شما مثلا اگر آیله‌دار باشید میگوید که I am married, I am married. اگر که آیله‌دار نباشه، تنها باشه I am single, I am single. یا اینکه اگر جدا شده باشد، یعنی آیله‌دار شده بودید و بعداً جدا شدید I am divorced, I am divorced. خب سوال دیگری، باز یک سوال دیگه که ما در اینجا گفتیم وضعیت پرسیدن و در اینجا هم خیلی پریم سوال دادن که آیا شما آیله‌دار هستید، Are you married, Are you married. مثال در جواب اگر شما آیله‌دار باشید Yes, I am married. بله من آیله‌دار هستم. Yes, I am married. بله من آیله‌دار هستم. یا اینکه اگر آیله‌دار نباشید و گویید که من مثلا نه من آیله‌دار نیستم اما من در جستجوی یک نفر خوب هستم. No, but I looking for someone nice. No, but looking for someone nice. در جستجوی یک شخصی خوب، یعنی یک شخصی مناسب هستم. خب سوال دیگر، میتونه از یک نفر دوست یا اینکه رفیق خدان یا پرسید که مثلا شما چند فرزند دارید. How many children do you have? How many children do you have? How many children do you have? در جواب اگر شما مثلا دو تا مثلا سوال فرزند داشته باشید I have two children, I have two children. یعنی که مثلا I don't have any children، من یگان فرزند ندارم. I don't have any children. خب سوال دیگر، شاید siblings شما نشنیده باشید. Do you have any siblings? Siblings. Do you have any siblings? دوستان siblings این اگر شما در زبان تاجیکی سوال می‌دهید که آیا شما برادر یا اینکه خواهر دارید، مثلا برادر خواهر، یعنی برادر یا اینکه خواهر اهلش داره. خب شما اگر که نداشته باشید siblings I don't have any siblings، باز هم میتونید که گوید I don't have any siblings، من یگان برادر خواهر ندارم. یعنی که siblings این دوگانگی نیست دوستان، یعنی برادر یا اینکه خواهر یا که خواهر خالی دارین مثلا. و اگر دو تا برادر و یک تا خواهر داشته باشید چی میگه I have two brothers and one sister. I have two brothers and one sister. یا اینکه سوال دادن بسیار این سوال خوب است و با کی تو زندگی میکنی. Who do you live with? Who do you live with? تو با کی زندگی میکنی. مثلا اگر شما در سوال همسر با همسر و فرزندای زندگی کنی، مثلا میگویی که I live with my wife and children. I live with my wife and children. یا اینکه شما مثلا با خانواده‌تون یعنی با پدر و مادرتون زندگی کنید، میتونید که I live with my parents. I live with my parents.
خب سوال دیگر مثلا پرسیدنی در کدام کمپانی کار میکنی. What company do you work for? What company do you work for? مثلا برای چه کمپانی کار میکنی در اینجا اگر ترجمه مثلا کلمه به کلمه کنیش. اما مثلا شما وقتی در کمپانی کار میکنید یا شرکت کار میکنید شما برای شرکت کار میکنید و شرکت برای شما پول میدهد و در زبان انگلیسی نیز همیشه سوال میدن که What company do you work for? برای چه کمپانی کار میکنید. مثلا در سوال مثلا جواب I work for an investment bank. I work for an investment bank. مثلا من کار میکنم برای بانک سرمایه‌داری. یعنی به معنایی که من در بانک سرمایه‌گذاری کار میکنم. در بانک سرمایه‌گذاری. What line of work are you in? What line of work are you in? What line of work are you in? یعنی در کار مثلا یعنی میگه که خط کاری شما چیست. اگر خیلی ترجمه کلمه به کلمه کنه یعنی به منظوری که در کدام نپراولین کار میکنه، در کدام بخشی از کار شما کار میکنه. مثلا شما یک کارخانه ای که هم مثلا زواد داشته هم تولید کند و هم چیز مگزیناش خیلی داشته باشه مثلا و هم اخران داشته باشد. شما مثلا لاین اف ورک مثلا همون نپراولینیش در کدام مثلا فروشنده یا اینکه پاسبانی یا اینکه چی میگنشه زواد کار میکنی مثلا محصولات میبری. شما مثلا در جواب داشته باشید که مثلا I work in sales. من در فروشنده کار میکنم. I work in sales. یا یک سوال دیگر که مثلا شما ساعت‌های چند بیدار میشوید. What time do you get up? What time do you get up? در جواب I usually get up at 7 a.m. من عادتاً ساعت 7 صبح بیدار میشوم. What time do you go to bed? ساعت چند شما به وقت خوابتان میروید. یعنی شما ساعت چند به خواب روی مثال میروید خواب میکنید. اگر شما در سوال مثلا I go to bed at 11 p.m. من به جای خوابم میروم ساعت 11 مثلا شب. دوستان همین PM AM من شاید گفته باشم در یک ویدیو و در این ویدیو نیز به شما میگویم. AM دوستان شروع میشد از ساعت 12 شب یعنی 0:00 تا 12 روز رو و PM سر میشد از 12 روز تا 12 شب رو. خب فهمیده دوستان؟ 0:00 12 شب AM سر میشود تا 12 صبح یعنی سحر ساعت 8 9 10 11 و 12 عبد میشود بعد پس عبد PM سر میشود تا 12 شب رو. خب دوستان این بود سوال جواب از زبان انگلیسی. امیدوارم که یگان منفعت برده باشد از این درس. خب تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشد. خدایا مددگار.